اهلی کشاورزان ناحیه مسجد در دایره دستور سپارش‌های سروری دولت و حکومت مملکت هر پارچه زمین را ثمرناک استفاده برده برای رویاندن یک چند حاصل تدبیرهای سودمند را عملی می‌نمایند. پخته همچون اشیاء خام صنعتی در رشد ساحه‌های صنعتی مملکت نقش بزرگ دارد و همین است که به این سمت ساحه کشاورزی ساکنان ناحیه بیشتر توجه دارند. در کوپراتیو تجارتی ملا ابراهیم از 35 هکتار زمینی در توازنش بوده 15 هکتارش به کشت و استحصال پخته پیش بینی شده است. رعایت درست طلبات اگروتکنیکی، خاصه استفاده تخمی مطابق به اقلیم و سیر حاصل، کارکرد بین قطارها و انجام سری وقتی دیگر کارهای برای نشوناموی خوبی پخته مهم را اهل خواجگی تا به امروز عملی نمودند. ما دهقانان اظهار منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان بیان می‌نماییم. امسال ما را از انداز یگانه آزاد کردند. این به ما خیلی کمک شد. ما در میدان 35 هکتار زمین 15 هکتار پخته 10 هکتار شالی کاشتیم. چهارمغز زیر زمینی نشونامای پخته خیلی خوب است. ما باوری داریم همین ابربچه گذراندن متخصصای ناحیه حاصلناکی ما تا 35 سانتی در نظر داشته شده است. امسال اهل خواجگی دهقانی بهارستان ناحیه مسجد با کشت نوی سلطان پنبه‌دانه در 8 هکتار زمین و نگاهبینی خوبی میدان کشت حاصل انتظاری را تا 35 سانتی دارند. از حساب کشت پخته اهل این خواجگی همه ساله فایده خوب به دست می‌آورند. برای نشنامای پخته ما تخم پختی خوش‌صفت گرفتیم ما. بعدا همین دارو خوش دادیم بعد چکنکی زیبا کردیم بعد نسبت هم شرایط‌های مبارزه بیولوژی بردیم. از همین جهت پخته ما حاصلش خوب است. از یگان کس قرض نمیگیریم. به قرض خودمون کار کردیم. از همین جهت راستگاه پخته برای ما خیلی خوب است درآمدش نسبت دیگه زراعت‌ها. در حدود ناحیه مسجد یکی از کلانترین خواجگی لنگر است. اگر در 40 هکتار زمینی این خواجگی امروز پخته نشونامای خوب داشته باشد، در میدان باقی مانده کشت شونده دیگر نوی محصولات کشاورزی مثلا در کشت اول گندم، در کشت دوم مکئی دان، سبزی، تربوز و بادرنگ پرورش کرده می شود. میدان عمومی خواجگی 5180 است. از آن جمله 40 هکتارش پخته، 4 هکتارش چهارمغز زمینی، 4 هکتارش سال جاری تیر ماه گندم کاشته بودیم، 90 کرسندر در هر یک هکتار 42 سانتی حاصل داد. بعد از گندم کشت دوباره کردیم. اینجا بادرنگ است، اینجا تربوز هست، جواری مکه هست، سبزی هست. ثمرناک استفاده بردن زمین زندگی را آسوده میکند، بازار را غنی میگرداند. زمین‌هایی در نزد کارخانه و تشکیلات و مؤسسه و اداره‌ها نیز پرثمر استفاده می‌گردند. در جمعیت دارای مسئولیت محدودی سفیدگل استفاده خوبی زمین و رویاندن حاصل دلخواه دیده می‌شود. امکانیت‌های فراهم آورده شده و تجربه زیادی کاری ساکنان باعث اجرای سری وقتی طلبات و همغناوت بازار می‌گردد. محصول عمومی زواد 11 هکتار زمین رو در بر می‌گیرد. از این 11 هکتار زمین ما قریب 4 هکتار زمینش زمینی کارم کردیم. خیلی که جناب عالی تاکید کردن برای خاطر همین ثمرناک استفاده بردن زمین و خیلی دیده ساده ما برای خوراک گرم کارگران همین زمین با پمیدور، یعنی بلگاری، باقلاجان، سبزی بهاری، ترمایی، کارتشکای بهاری قریب 1 تن کارتشکا گرفتیم ما امسال با ترمایش هم کشتیم. اگر ما زمین دوست داریم زمین ثمرناک استفاده بریم اگر می توانیم که 80% محصولات ما از همین زمین به پول استحصال کرده برای خاطر خوراک گرم استفاده کنیم. در مجموع خواجگیداران ناحیه مسجد پس از رویاندن حاصل کشتی اساسی، کشتی تکراری را به راه مانده هر قطعه زمینی کارم را ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌کنند.